هنر خوشنویسی. خوشنویسی تنها نوشتن واژه‌ها بر کاغذ نیست. این هنر بازی و حرکت روح بر روی خطوط است. هر حرف ضربان قلب است که با قلم بر صفحه می نشیند و هر کلمه صدای است که از دل فرهنگ و ایمان برمیخیزد. از قرون نخستین اسلام خوشنویسی جایگاه ویژه‌ای یافت. زیرا کلام خداوند در قرآن باید با زیباترین شکل نگاشته می شد. بدین ترتیب نوشتن به عبادت بدل گشت و قلم وسیله شد برای پیوند زمین با آسمان. خط کوفی با استواری خود، خط سلس با شکوه و عظمت، نسخ با خوانایی و روانی و نستعلیق با ظرافت شاعرانش، هر یک بیانگر روحی از زمان و مکان خاصی اند. خوشنویسی نه تنها زبان نوشتار بلکه زبان هویت ملت‌ها و آینه‌ای از فرهنگ و هنرشان است. این هنر تمرینی است برای صبر و آرامش. هنرمند خوشنویس ساعتها قلم را در دست می‌گیرد، آهسته می‌نویسد و در سکوت کلمات را معنی می‌بخشد. هر نقطه و هر کشش نشانی از نظم، هماهنگی و زیبایی است. خوشنویسی همچنین پل است میان هنر و معنویت. هنگامی که آیات قرآن یا اشعار عرفانی با خطوط زیبا نقش می‌بندند، بیننده نه تنها معنای واژه‌ها را می‌خواند، بلکه روح خود را در میان منحنی‌ها و انحنای خطوط جستجو می‌کند. از دیوارهای مساجد و کاخ‌ها تا کتاب‌های نفیس و نامه‌ها، خوشنویسی در طول تاریخ اسلامی همواره حضور پررنگ داشته است. این هنر جاودانه گذشته را به حال پیوند می‌دهد و یادآور میراثی است که فراتر از زمان و مکان جریان دارد. سرانجام خوشنویسی بیش از آن که هنر نوشتن باشد، هنر زیستن است. هنری که به ما می آموزد در هر حرکت قلم صبر کنیم، هماهنگی بیافرینیم و زیبایی را در ساده ترین کلمات بجوییم.